من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. هر روز سر کار به ساختمان بنیادی کشورساز ملت‌زا می‌فرایم. خواهش در نهادم به طغیان می آید که رو به آسمان به پرواز بیایم و خداوند حکیم قوت نصیب گرداند که آوازم به گوش همه همزبانان همزمانم رسیده باشد تا آنها را هشدار دهم که به قدر داد خدا در این زمان پر از خشونت فحش کینه‌زا رسیده باشیم و پیشاوردش با امکانات خیر و نیکی سازنده چون احیای کاخ نور. ولی افسوس، هزار افسوس، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. فرموده سراینده آرمان‌های ملت استاد روانشاد لایق به امدادم میرسد تا نگیرم خونبهای جمله قربانیان را، تا نبخشم عمر آزاد همه زندانیان را، تا نیابم راه دلهای تمام زندگان را، تا نبردارم به دوشم دوشبار این زمان را. من نمی میرم، من نخواهم مرد تا نشویم داغ دلها را به خوناب دلم، تا نیابم من ز دنیا دور نایاب دلم، تا نکابم صبح را از چشم بیخواب دلم، تا نگویم داستانی تازه باب دلم. من نمی میرم، من نخواهم مرد تا نه آراید جوانیم جهانی پیر را، تا نبندم با سرودم پیش راهی تیر را، تا نگیرم با قلم پیش دمی شمشیر را، تا نبنویسم ز نو من نامه تقدیر را. من نمی میرم، من نخواهم مرد تا نسازم هیکلی بر یادگار مادرم، تا نگردم همسری بام جهان کشورم، تا نگردد مطلع عمری ابد بام و درم، نشکند تا تشنگی تشنه را شیری ترم. من نمی میرم، من نخواهم مرد تا دمی که آفتاب از شرق بنماید طلوع، تا دمی که رودها از کوثر آید فرو، تا دمی که زندگی باشد براه آرزو، تا دمی که شعر حافظ باشد و جام و سبو. من نمی میرم، من نخواهم مرد تا ندانم که پس از من خوانده شعرم را کسی، تا ندانم که پس از من خوانده شعرم را کسی. خواب می بیند مرا می پرسد این آواز کیست، تا ندانم زندگی را بعد من ره تا کجاست، تا ندانم صاحب دنیا پس از من باز کیست. من نمی میرم، من نخواهم مرد با دو چشم نور پالا، با دو دستی ریزق پیما، با دلی درد آشنای و با سری پرشور و سودا،
تا قلم را پول نسازم در میان ساحلی امروز فردا، من نخواهم مرد عاجز، من نخواهم مرد هرگز، من نخواهم مرد هرگز.